شهر اولها رحمتون اوسطها مغفرتون. کسایی که برای ما یک مقدار پولشون روان میکنه باز ما به مت مستحق اینا، ولی شما هستین مادر جان، ما خود شما رش نمیشناسم. با یک مادر عزیز ما که فکر میکنم بیوه است اینجا آدرس دادیم، خودم هم نمیشناسم که از کجا است. کم نرخ دلار امروز پایین آمده. چند شده دلار؟ دلار 69-80 روپیه است. $3280 افغانی از این وطندار ما برای شما مواد خوراکی گرفتیم که آرد است و روغن است و خیراتش خوب کنه خدا، آمین. خوب کنه خدا، امان اسلامش امرا کنه. آمین آمین آمین. فقط قبر تاریک خداوند روشن کنه برش. آمین. حمیدالله جان که واقعا دلم بسیار درد کرد برش. شما 19 ساعت با مراحت میاید شما ان شاء الله بازم با ضمانت 1 سال. 1 سال. بینندگان عزیز، ما همراه همکارم میخواستم به قسمت دیگر شهر مطار شریف بروم، اما آدرس اینمی نفر همین لحظه برای ما یک نفر داد. اینمی کرایه زرنج است بچمی. اینی صدر با کرایه زرنج است ها. بیننده های عزیز یوتیوب چینل مزار مایک و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. 15مین روز ماه مبارک رمضان است و 15 مارچ 25 هوت است. ما حیات الله ساقزی در خدمت شما هستیم. دیروز ساعتای 2 بجه رفتم سر پل، زن کاکایم فوت کرده بود، خداوند جایش جنت داشته باشد. امروز ساعتای 1 بجه پس رسیدم، رفتم خانه نماز خواندم آمدم. از خدا آرزو کردم که چه یک مرگی با شرف خداوند همچون مرگ را نصیب ما هم بسازه، هم در ماه مبارک رمضان، هم در روزای مغفرت شهر اولها رحمتون اوسطها مغفرتون، که واقعا دیگه ایره دیگه و بازم خصوصا روز جمعه ایره دیگر نصیب هر کس نمیشه. خدا نصیب ما هم بسازه. به هر صورت یک تشکری ویژه میکنم از حمایت شما که همیشه ما را حمایت کردین. خانه تان آباد. از انتقادات و پیشنهادات و بجا و منطقی تان یک تشکری ویژه میکنم. ما یک سلسله مشکلات ها داریم، ان شاء الله بخیر اینا را حل بکنیم. کامری خود حتما تغییر میتونم. واقعا امیل از دیگه هیچ توانیش ندارم راستش بگویم. با یک مادر عزیز ما که فکر میکنم بیوه است اینجا آدرس دادیم، خودم هم نمیشناسم که از کجا است. یکی از دوستا بریم پیام مانده بودن، قصهش بریم کرده بود، مختم روان گفتم از پل باقی مانده بی شکلا ما برش یک ذره مواد خوراکی میگیریم، چون از اون پل ما دیشب نه پریشب یعنی شب جمعه که میشد با یک دو هموطن ما سر خوردیم که از ولسوالی کشنده بودن، یک افغانی هم کار نکرده بودن، حتی نان نداشتن، پول نداشتن که روزشون افطار بکنن. از همین پول ما برشون یک مقدار پول نقد برشون دادیم. حالا باقی مانده به این مادر عزیز ما مواد خوراکی میگیریم. از شما هم خواهش میکنم اگر میخواین که در ماه مبارک رمضان در کنار هموطنان عزیزتان قرار بگیرید و صدقه یک افغانی تان یک بر 70 حساب شود، ما در خدمتتان هستیم. ما یک پول ارتباط بین شما و او فقیر و مستحقی که واقعا حقدار است هستیم. بس ما میرم آدرس هم برشان دادم، اول اون را پیدا بکنم، ان شاء الله باز در حضور شما برشان مواد خوراکی را حتما خریداری میکنیم. من خیر و خیرت، خسته شدم آمدین در ماه مبارک رمضان. در کار بودم بچه. کار بودین؟ اینجا کوچه شهر سیره خانه بچه مولوی اسلام کار میکرد. خواه این زنگ زد که بیا هزمی در سر کار خود پرتفت. شماره مرا به شما کی داده بود؟ شماره تا دکتر داد. دکتر که در شفاخانه ملکی است؟ خواه چند نفر نانخور داریم مادر؟ 8 نفر هستیم که خودم 9 نفر نانخور بچه. شوهرتان چه کار میکنه؟ اینه بچه کلانم است که پوش می بس. شوهرتان چه کار میکنه؟ شوهر فوت کرده است. خواه خدا اونجاش جنت داشته باشه. حتی نماش تا صغیر خود 6 ماه تک ماش. دیگه اشان از این بچه‌تون کدک خورد است. دیگه اینم کلانش اینم 18 ساله بچه است اینم کوش که مای داره. هیچ کار میکنه؟ هیچ کار کرده نمیکنه. در کجا میشینین؟ در نوشت به قشلاق میشینیم. خواه مال در کار بودین آمدین؟ از کار.
والا دیگه ما شما در ماه مبارک رمضان سرگردان ساختیم، معذرت میخوایم مادر جان. نه تو چه سرگردان میسازم؟ من سرگردان ترکم. نه سلامت باشه. نه ما یک پول ارتباط بین شما و کسایی که برای ما یک مقدار پولشون روان میکنه، باز ما به ما تو مستحق اینا. ولی شما هستین مادر جان، ما شما رش نمیشناسم. نه نمیشناسم که از کجا هستین کجا نیستین. پیشم دکتر که زاری آزار کردم پشتکم ناجور شدم، دختر خورد. بعد از مرگ پدرش پیدا شد، یک 4 ساله است. 40 روزه در قدم ماندم. امر آوردم اینجا پیش از این باز روزاری کردم، بچه من گفتم آخه پیسه ندارم. اینا می تو وضعیتم خراب است. در می رقم روز 2 کیلو نان پاک خرید نمیکنم. با بیچاره هم دواره گرفته داد پارسال. از پارسال سونم شمارم پیش بود. اون روز دم زنگ زد گفت بیا اینجا گفت یک نفر از شمارش تامید که تو کمک کن. یعنی خانه درست است مادر جان. شما درد و داغ به کل لگیتون نشان نده خدا از ساله کنه. یک مقدار پولی است، یک مادر است به نام بی شکلاس پیش شماست. این پول از ما نیست، پول از مردم است. ما فقط از پول عمو برای شما یک ذره مواد خوراکی میخوریم، برگ سبز سفید در روش براتون تسلیم میکنیم. خیر بدون خانه تا خدا درد و داغ برات نشان نده. خدا عمر 1000 ساله بده بچه. بله. خدا خودت بده که تو در مردم خدمت میکنه، خداوند اجرش در خودت بده که سلامت باش. سلام. این پول مردم است، پول ما نیست مادر جان. ما فقط یک وسیله هستیم برای شما و برای کسایی که مستحق است برشان تسلیم میکنیم. خانه آباد سلامت. شما اونجا برین قرار راحت بشینین، ما اینجا قرار تمام مواد خوراکی رو براتون میخریم، باز اونجا کرایه‌اش هم براتون میتون با شما خانه ببرید. سیس مادر جان. سلامت باشین. بفرمایید شما بریم اون طرف بریم. بخیر باشین. بیننده عزیز، ما در مندوی مزار شریف هستیم با یکی از هموطنان عزیز ما که اینجا دکان دارن و مواد خوراکی را از اینا برای این مادر که همداشون چند لحظه صحبت کردیم میخریم. بفرمایید شما چیزی. سلامت باشید. سلام علیکم. چی حال دارید؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ خیر بخیر. بشین شما راحت باشین. راحت باشین. ما میگه در پالویتون میگه استانشون کنارتون. من چیز را آدرس میتونم شما باز نوشته بکنید. نامتان پرسان نکردم. محمد آصف. آصف جان چه خواهد در مندوی دکان داریم؟ تقریبا 8 سال میشه. 8 سال میشه. بله. ما یک ذره مواد خوراکی کار داریم و اولا باید براتون بگم که آصف جان تمام قیمت‌های مواد خوراکی برای من معلوم است. 5 افغانی مگه بلند ببری هم من میفهمم هم هموطنان عزیز ما که لازم ما را از طریق یوتیوب چینل مزار مایک میبینن، اونا هم میفهمن چون اونا کلشون برای ما یک جای خریداری میکنن. به اصطلاح من نمایندهشون هستم. بله. آرد چند است؟ آرد خوبش که ماه رمضان است، به خاطر آشک بولانی شود 1200 میبرد. دیگه 1150 روپیه است و 80% است. آرد خوبش که به خاطر آشک بولانی شود 1200 میبرد. 1200 بله. یک بجی نوشته. روزا مخصوص سر شما تفسیر کردم. اگر امروز سفر هم داشتم از سر پل آمدم، نسبت به شما را سر شما خیلی زیاد تاثیر کرده. دکانداری دیگه. روغن چند است؟ روغن گل آفتاب پرست من 480 روپیه. بیشک تا والا یعنی در پنیز دیگران ما پایین حساب کنیم. نه کم نرخ دلار امروز پایین آمده. چند شده دلار ما خبر؟ دلار 69 80 روپیه است. دلار پایین آمده گفت یک گرفت درمان. صحیح. چند تا بگیرم؟ روغن یک دانه بگیریم. دیگه خب برنج وطنی که هم در پلاو میشه هم شوله میشه دیگه. 300 سیده بنده. هم به خاطر پلاو هم به خاطر شوله دیگه 300 است و 80% است. 330 از امو یک سری کابل. یک سری کابل است چند کیلو میشه؟ 7 کیلو. یک سری مزار باز 14 کیلو میشه؟ بله. امروز یک نفر برای ما پرسان کرد گفت که امروز پرسان یک سری کابل یا یک سری مزار. خب لوبیا 2 کیلو چند است لوبیا؟ 110 روپیه. 2 کیلو بگیر. ماش 90 است؟ بله. 2 کیلو ماش بگیر. 85 روپیه است. سلامت. خانه آباد تشکر. ما هم دنی سم شریک شدیم. بسیار تشکر. خانه آباد. روب چند است؟ روب خوبش 90 روپیه. 90 روپیه داشته. چند قطعه؟ یک قطعه. چای؟ چای هم 250 کی است، از همون نیم کیلو نوشته کن. صحیح.
چای سبز نیم کیلو دیگه. مایه ظرفشویی 100 روپا کلان قوطی که است. 5 لیتره است. چند است؟ ارزان که نشده؟ 80 روپا من 100 روپا دو رقم است. من نیم 100 روپا گیشه دیگه. اینی چی چند است اینو؟ با شکر 200 میلیون. 200؟ بله. در این کسی تغییرات نامده؟ نه 250 روپا 200 روپا 5 کیلو. 200 ما خریدم. 200 یک دانه از اون نوشته کنم. tak. قایماق نداریم؟ نه قایماق. قایماق خیر است باشه. صابون 25 روپیه است نه؟ 20 روپیه هم از 25 روپیه است. 25 روپیه هم است. از اون 25 روپیه دیگه یک 4 دانه. آشک داریم؟ هست. آشک 25 است نه؟ 20 روپیه است. 20 روپیه؟ بله. ما 25 می‌خریم. 20. 5 دانه دیگه. دیگه چی هم کار ما امروز خیلی سفر کردیم. نمک. نمک 40 روپیه است؟ بله. نمک هم بگیریم. 40 روپیه. یک کچالو پیاز سرخ ماست بیرون میارم. دیگه چی مونده؟ یک دانه گوگرد هم بگیر. گوگرد در پس نه؟ نه اصلیش از 20 روپیه است. ها؟ اصلیش از 15 روپیه دیگه چیش از در 20 روپیه گیره دیگه. خیر است. یک درجن. شکر خوب کار نیست. شکر داریم؟ هست. شکر چند است؟ 60 روپیه. 60؟ بله. دیگه یک دو کیلو شکر هم. دیگه بس است. همون حساب کن. ما کچالو چرا رفت از بیرون میارم. حساب 12 صدک بجار شد، 480 بود آب روغن شد، 330 روپیه اکسید برنج شد، 220 روپیه 2 کیلو لوبیا شد، 170 روپیه 2 کیلو ماش شد، 90 روپیه یک قطروب شد، 120 روپیه نیم کیلو چای شد، 100 روپیه یک بوتل مایع ظرفشویی شد، 200 روپیه یک بوجی آشک شد، 100 روپیه 4 کلچه صابون شد، 100 روپیه 5 پاکت آش بریده شد، 40 روپیه یک بسته نمک شد، 15 روپیه یک دانه گوگرد شد، 120 روپیه 2 کیلو شکر شد. 3285 روپیه. 3280 دیگه. 3280 بگیر، 320 هم کچالو و پیاز میشه، با زور ما خود ما سرش میندازیم. 3280. اما میکی بگیرم حیات الله. حیات الله. ایرک بگیرم. چند است؟ 2000. 2000؟ بله. این هم 3000. 3200. این ما یک بیست پانی شما بکن. مادر جان، ما به مبلغ 3280 افغانی از این وطندار ما برای شما مواد خوراکی گرفتیم که آرد است و روغن است و برنج وطنی است و 340 افغانی براتون پیاز و کچالو خریدیم. یک سیر پیاز است، یک سیر کچالو هستن. شما گفتید ما کجا میشینید؟ خیر ببینید بچه‌م، خدا تر 1000 ساله کنه. نوشد سلامت. خانه آباد مادر جان. نمی نه خانه آباد. این 120 افغانی کرایه موترتان میشه، رکشا هر چی کی است مادر جان. خب و مبلغ جمله 3700 افغانی میشه دیگه. این برگ سبز صوفی درویش. زنده و سلامت باشید. خداوند دائما سر بلند نگاه کنه، جای سبز باشه بچه. خانه آباد مادر جان. فقط امرای اشتکایتان نشون نده که همه خدمت که دم میکنه. خداوند دست فرق
اکثر بر خدمت کنه بچه. سلامت باشه مادر جان. ما پیشتر گفتیم این پول یک مادر است به نام بیبی شکیلا است. پول از او هستن. خیر رو ببینه که در کنار شما قرار گرفته. زحمت میکشه، قدم میمونه، راه میگرده. خداوند دوام از زیادتر برش بده که دم خدمت کنه. آمین. خدا آخرتش خوب کنه، خدا دنیاش خوب کنه، خدا امان اسلامش همراه کنه. آمین آمین آمین. فقط قبر تاریک خداوند روشن کنه برش. آمین. خیر ببینه بچه‌م کام هوا. خانه آباد سلامت ببرین مادر جان، بار کنین ببرین خانه آباد. خدا حافظتان. بیننده‌های عزیز، من همراه همکارم میخواستم به قسمت دیگر شهر مطار شریف بروم، اما آدرس اینمی نفره همین لحظه برای ما یک نفر داد. ما هم پیششان آمدیم، گفتیم بیاین که یک چند لحظه همراهشان صحبت بکنیم که چه مشکلات دارن و از همین پولی که شما برای ما ارسال کردین برای هموطن ما یگان چیزی برشان بخریم. سلام علیکم. سلام. چی حال دارین؟ واسه جان. خوب هستی بخیر؟ وای یک دقیقه. نامت؟ نام فدای هموطنای ما حمیدالله. نام حمیدالله میمنه است. خواه گریه نکن. یک دقیقه فدای هموطنای ما. کجا زندگی میکنی؟ امانواد. در کجا زندگی میکنی؟ نساجی امانواد. خب چند نفر نانخور داری؟ 6 نفره که خود ما 6 داریم. چی کار میکنی؟ من از زمین آسکرین کار میکنم. از زمین آسکرین کار میکنم. مسلمان خیلی آدم میرم بدلا. هر وقت کار ایلا داده رفتم اعصابی بودم نمیتونستم، باز پیشم میامدم، باز مرا گرفت، باز ریلا کردم، باز گرفت. همین ما حوصله کار ندارم. سرم هم ایرانی ها زده حساب گدوات میفهم. یه روز 1000 ناچل دم داده دیگه. اینا بعد همکارای ما همش اگه سوال هم میکنن میفهمد حساب مشکلی ما چه. خب برات چی نیاز داری؟ هر چی نیاز خوراک باشه. من نمیدونم، خدا هم میگم ما ایتا بگم بیادر، خدا هم میگم تا که مردم بوده خود با کار موندم این حسابش نمیفهم. بگردم پادر میشم یا کار باشه میگم تو تشویش نکن. خب ما برای تامین مواد خوراکی میخریم ان شاء الله. خدا مهربان است. ما شماره تام میگیرم. هر جا که یک کار برات پیدا کردم حتما زنگ میزنم برات. با شما یک زمینه کارم ان شاء الله با بعضی دوستا اگر ضرورت داشتن لازم ما را میبینن. ما شما خواهش میکنم در مزار شریف اگر زمینه کار برای می جوان فراهم بسازین، هم ثواب هم خورما، به خاطر که زیاد گشتم نمیتونه. در ایران فکر میکنم کدام چیز برشان داده شده، لطکوب هم شده، اما تمرکز ذهنی خود از دست داده. شما یک همکاری همراه ما بکنید، یک کار اگر برشان پیدا کردیم و اگر ما یافتم یا حتما سر کار میسازیم، حداقل اگر 5000 یا 4000 هم برشان ماهانه برشان بتن که می خرج خانه‌شان بکشن. شما همراه ما برین، ما اونجا میریم براتون مواد خوراکی میگیریم. باز بخیر شب قرار خانه ببرید. فدای هموطنای ما، فدای همکارای ما، فدای خدا. من خدمتگارای بود اینا، خدمتگارای تا کنه. سلامت گریه نکن. یعنی ما همراه هستیم. گریه نکن. میریم بخیر. بریم بیا. بیننده‌های عزیز، ما از پل باقی مانده بیبی شکیلا برمی حمیدالله جان که واقعا دلم بسیار درد کرد برش یک دانه غلطک میگیریم و از پل تازه که امیلازه برای ما رسید از آقای کریم رحمانی که توانایی گرفتن روزه را نداره، مریض است. از خدای متعال برشان شفای عاجل میخوایم. پیش‌روزیش برای ما ارسال کرده و مقدار پولی را که برای مستحقین مواد خوراکی بگیریم. 2000 افغانی از پول اونمو 2000 شد یا 2050 یا 2100 افغانی از امو کریم رحمانی برای می حمیدالله جان هم مواد خوراکی 3 قلم برشان میگیریم و می غلطک برشان بار میکنم برشان میتم. به خاطر که میگم این غلطک میگیرم تا در غلطک کار بکنم، چون توانایی گشتن بیش از حد امرای اونو ماشین چی نداره، آیسکریم نداره. وقتی درست است ما هم برای غلطک میگیریم هم برای مواد خوراکی میگیریم. پیش یک انجینر صاحب که ما چند روز پیش یک دانه غلطک گرفته بودم، حمیدالله جان همینجا باش ما برای غلطک میگیریم. خب باشه، یعنی میگه از انجینر صاحب برای یک دانه غلطک میگیریم. انجینر صاحب محترم سلام علیکم. چه حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ ما یک چند روز پیش تا آمده بودیم. ما شناختین یا نه؟ میشناسم. چرا؟ سلامت. خانه آباد.
یک دانه غلطک از شما ما برده بودیم. خوش. برای می وطندار حمیدالله جان ما از همون غلطک میگیریم. چند گرفته بودم از پیشتون در یاد ما خواست. خدا یک سال هم گارانتی داده بودیم. قدر همکاری میکنین که مردم نرخش دیگه او خود 2200 است، همون نهاییش در شما 1900 با مراحت میاد شما. ان شاء بازم با ضمانت یک سال. یک سال. بیخی صحیح است. بخاطر که مو برای ما یک چیزم نوشته که داد خانه شنواد از انجینر صاحب. کدام غلطک است؟ بیارین غلطک. خب چک کنین. چیز مشکل خدا نخواسته نداره انجینر صاحب. هر گپ چیز شما را بل میدن دیگه شما پس بیارین. خب اینمی غلطک است حمیدالله جان. اینمی غلطک است. سوال ما میریم برات یک چیز دیگه هم براتون میگیرم. خب بچیم. ما خوراکا که هیچ مخاطر نمیکنم. هم کاری میکنم اگه میتونه سازه خیر. دلتان جمع باشه. شما دلتان جمع ما براتون میخریم. شما ما را باننده کار ان شاء الله ما میل زبرت ما کار انجینر صاحب خلاص بکنم. انجینر صاحب برای ما صدی بتن. این کالایی که میدین با خدا مردم. ما برات کالای خودم ان شاء الله براتون میتم. دل جمع باشه بچیم. خب ما شماره تگیرتم کالای خدا کلش برات جمع کردم میتم. خب سلامت انجینر صاحب بسیار زیاد تشکر. یگان مزاحم شما میشیم دیگه. همیشه بیاین خوش میاد. خانه آباد بخیر باشه. بیننده عزیز ما برای حمیدالله جان از وطندار عزیز ما یک 3 قلم مواد میگیریم باز در غلطک براشون بار میکنیم باز رخصتشون میکنیم. سلام علیکم. چه حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ سلامت. خانه آباد. نامتان؟ نام جان محمد. جان محمد جان چه وقت میشه اینجا دکان دارین؟ تقریبا خیلی سال. ای ماشاءالله. ما یک 3 قلم مواد خوراکی ضرورت داریم. آرد چند است؟ آرد خوب موازه اسب چاپ است یا بچه چاپ؟ بچه چاپ هم است دیگه، اسب چاپ هم است. یک مارکه دیگه است 3-4 هم داره. خب بچه چاپ چند است؟ 1200. و دیگه چند است؟ بازو قیمت‌تر است 1370 رومه. 1370. خب نه بچه چاپ معمولا کلی مردم استفاده میکنن. خیلی زیاد میبرن. و روغن 5 لیتر چند است؟ این 480 رومه. یکی صحیح است. کل گفتم ما پیشترم برای یک نفر خریدیم. خب برنج وطنی چند است؟ وطنی خوب دیگه پلوی 400 رومه. هم در پلاو شون در شوله شون. پلاو شوله. چند است؟ 400. ما یک 350 میخریم. خیلی چه قسمیش است؟ باز یک ذره بارتی میشه و بعد بخرام دیگه. خب 400. همیشه قلم شما نوشته کنین جمع کنین چند میشه؟ آجانا پیچه. جان ماما جان حساب کردین؟ بله. چند شد؟ 2080 افغانی. از پل کریم رحمانی به اندازه 2080 افغانی ما برای وطندار ما که پیشتر از پل بی بی شکلا برشان غلطک خریدیم. 1900 افغانی 100 افغانی برشان کرایه میتیم. یعنی میره برشان میخریم بار میکنیم رخصتشان ان شاء الله میکنیم. 2080 افغانی. یعنی 2000 یعنی یک بیسی در ما بتیم شما. بسیار زیاد تشکر. امیر خیلی همین غلطک بار کرده بتونیم برشون. سلامت خانه آباد. خدا خیر بده. دعا بوجود خانه شباد نمیشه کرده داره. بابا دهاج بار. نمیشه کالوس توانش بوده که خب ایره برده میتونی یا نه؟ اینا برده میتونم کرای زرنج شو. اینه میکرای زرنج تاس بچمی. اینی صدر با کرای زرنج تاس ها؟ شماره تلفنی من بگید. شماره تا نگرفتم ثبت کردم بخیر. ان شاء الله باز ما کالای خودم براتون میتونم. باز زنگم براتون میزنم. خدا مهربان است تشویش نکن. این ما براتون وعده دادم توکل به خدا ببینیم که چی میشه. شکر خدا. بله بله. دقیقاً. بیا که من همکاری بکنم امروز. آفرین بشک خیر. بریم باشیم.
بیا بشین بیا 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 بعد از این برده میتونی؟ میبرم برده میتونم. خداوند خیراتتون قبول کنه. خداوند دست ما گرفتن. خداوند دست ما بگیره. خدا مهربان است. هیچ تشویش نکن. هیچ تشویش. ما امرای تست برو بشین. برو نوش جان کو. برو بخیر. برو بشین. برو بخیر برو. ما از دوستای عزیز ما که در مزار شریف زندگی میکنن و همچون افراد مستحق را برای ما نشانی یا آدرسشان برای ما میدهند، یک تشکری ویژه میکنم. دیدین که ما چه رقم افراد را پیدا کردیم. واقعا از شما یک تشکری ویژه میکنم که در کنار همچون افراد قرار میگیرین. اگر میخواین که باز در این 15 روز ماه مبارک رمضان برای خود ثواب کسب بکنین و در کنار همچون افراد قرار بگیرین، ما پل ارتباط بین شما و یک نفر مستحق هستیم. امروز دیگه ما سفرم داشتم، واقعا میخواستیم که برنامه را ادامه بدهیم اما بسیار تشنه شدیم. تا فردا انشالله باز ما در خدمتتان قرار میگیریم و تا فردا دیگه همه شما را به خداوند یکتا و بی همتا میسپاریم و از پیشتان خواهش میکنیم که یوتیوب چنل ما را سابسکرایب بکنید، با دوستا و شریکا و عزیزا و خواما و خیش و بچه خالا و بچه ماما و بچه کاکایتان هم شریک بسازیم. انشالله سبب مشتی خبری سر لرو دختای پامندی دوست پر